لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مکه مکرمه، شهری که خانه خداوند در آن قرار دارد، خانه‌ای که مقصود مسلمانان است هر جای این جهان که باشند. چهره ها و قلب ها خاشعانه و فروتنانه برای خداوند عزوجل هر روز و شب 5 بار به سوی آن خانه روی می آورند. مسلمانان از دورانی که خلیل الله ابراهیم آن را بنا نمود از هر راه دوری به سوی آن می آیند تا مناسکشان را ادا کنند و تا به دور کعبه مشرفه طواف کنند، فرمان خداوند را گردن نهند و تا ندای خداوندی را برای حج این خانه لبیک گفته باشد که کعبه اولین خانه‌ای که برای عبادت مردم قرار داده شده است باشد تا خداوند را بر اساس بصیرت و با عقیده‌ای تهی از باورهای باطل و مفاهیم اشتباه عبادت کنند. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. و آن هنگام که خداوند اراده نمود تا خورشید اسلام بر زمین طلوع نماید، آخرین پیامبرش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را با دین حق مبعوث نمود تا این دین را بر همه ادیان چیره گرداند و تا مردم را نسبت به جهل و گمراهی که در آن هستند آگاه گرداند و حقیقت عبادت خداوند را برای آنان واضح گرداند، عبادتی که خداوند انس و جن را برای آن آفریده است. از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است که فرمودند اسلام بر 5 رکن بنا شده است: گواهی دادن بر اینکه معبودی به حق نیست جز الله و اینکه محمد فرستاده الله است و برپا داشتن نماز و دادن زکات و روزه رمضان و حج خانه خدا. پس حج رکنی است از ارکان اسلام و اسلام شخصی که توانایی آن را دارد کامل نمی شود تا وقتی که حج را به جا بیاورد. حج رکن 5 از ارکان اسلام است و بر هر شخص مسلمان بالغ عاقل و آزاد در صورت فراهم بودن توانایی های مالی و بدنی برای یک بار در زندگی واجب است. سالیان میلیون ها تن از حجاج و معتمران برای به جای آوردن این مناسک به سوی سرزمین های مقدس راهی می شوند. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج دارای 3 روش است که نسک نامیده می شود و هر کدام از این نسک ها دارای روش و واجباتی است که باید انجام گیرد تا آنکه حج درست باشد. این 3 نسک بدین ترتیب است: تمتع، قران و افراد، که بهترین این 3 روش تمتع است، البته برای کسی که قربانی را به همراه خود نیاورده باشد، و این نسک روشی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب خود را به آن امر نموده است. اما تمتع به این روش است که شخص در ماه‌های حج برای انجام عمره احرام می کند و پس از طواف و سعی و کوتاه کردن مو از عمره خارج شده و کاملا از حالت احرام بیرون بیاید و هنگامی که روز 8 ذوالحجه برسد از جایی که هست برای انجام حج احرام کند و به سوی مشاعر خارج شده و حجش را به اتمام برساند و برای او قربانی واجب است و اگر قربانی نیافت باید 3 روز در حج و 7 روز پس از بازگشت نزد خانواده‌اش روزه بگیرد. اما قران این گونه است که شخص برای حج و عمره یک جا احرام کند که در نیت آن میگوید لبیک عمرتم و حجا. هنگامی که به مکه رسید طواف قدوم را انجام میدهد و برای حج و عمره سعی را انجام میدهد و بر احرام خود باقی مانده و از آن خارج نمی شود. سپس در روز 8 به سوی مشاعر خارج شده و بقیه اعمال حج را که شامل اعمال عمره و حج است کامل می کند، با این تفاوت که دیگر سعی را به جا نمی آورد چون آن را در هنگام قدوم انجام داده است و قربانی بر وی لازم است که اگر نیافت باید 3 روز در حج و 7 روز پس از بازگشت به خانواده‌اش روزه بگیرد. اما افراد به این صورت است که شخص تنها برای حج احرام کند، هنگامی که به میقات رسید بگوید لبیک حجا و هنگامی که به مکه رسید طواف و سعی را انجام داده و در حالت احرام باقی میماند تا آنکه نسک و اعمال حج را به اتمام برساند و قربانی برای او لازم نیست چون حج و عمره را با هم انجام نداده است. اما بهترین این نسک ها روش تمتع است، پس از آن قران و در آخر افراد. برادر و خواهر مسلمان، اگر برای ادای مناسک حج و عمره قصد سفر به مکه را داری، لازم است که در یکی از 5 میقاتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشخص کرده است احرام کنی. این میقات های 5 گانه بدین ترتیب است: ذوالحلیفه که میقات اهل مدینه است و امروزه به نام آبیار علی معروف است، جحفه که میقات اهل شام بوده و نزدیک شهر رابغ قرار دارد و امروزه مردم از رابغ احرام می کنند، قرن المنازل که میقات اهل نجد است و امروزه به نام سیل الکبیر شناخته می شود، یلملم که میقات اهل یمن است و مردم امروزه از سعدیه احرام می کنند، ذات العرق که میقات اهل عراق است و اهل مکه برای حج از اینجا احرام می کنند. اما برای عمره از تنعیم یا از هر جای دیگری خارج از حدود حرم احرام می کنند. همین گونه اهل جده از جده احرام می کنند. برای هر کس که از هر کدام از این میقات ها گذشت و قصد حج یا عمره دارد، لازم است از کنار آن میقات احرام کند و هر کس که عمدن از میقات نزدیک خود بدون آنکه احرام کند عبور کرد باید به آنجا برگشته و از آنجا احرام کند، وگرنه بر او قربانی لازم است که یک گوسفند می باشد و باید آن را در مکه ذبح نموده و بر فقرای آن توزیع نماید. برادر مسلمان،
در صورتی که با اتومبیل یا وسایل نقلیه زمینی به میقات رسیدی غسل کرده و در صورت توان از عطر استفاده کن. سپس لباس احرام را بپوش که شامل یک ازار و یک ردای سفید تمیز است. اما بانوان هر لباسی که خواستند میپوشند به شرطی که بدون خودنمایی و تبرج باشد. سپس برای عمره نیت نما و بگو لبیک عمره. اما اگر از طریق دریا یا هوا برای حج عازم شده ای، معمولاً این گونه رسم است که کاپیتان هواپیما یا ناخدای کشتی حجاج را از عبور از روی میقات یا برابر آن آگاه می سازند تا حجاج برای پوشیدن لباس احرام آماده شوند، که در این صورت اشکال ندارد شخص حاجی از سرزمین خود با لباس احرام خارج شود. سپس هنگامی که دانست از روی میقات یا برابر آن عبور کرده است، به عنوان آغاز اعمال حج لبیک بگوید و مردان لبیک را با صدای بلند میگویند. برادر و خواهر مسلمان، هنگامی که برای عمره عبارت لبیک عمره یا برای حج عبارت لبیک حجا یا برای هر دو عبارت لبیک عمرة و حجا را بیان نمودی، وارد اعمال حج شده ای که با آن انجام هر یک از ممنوعات احرام برای تو حرام می شود. این ممنوعات بدین ترتیبند: برداشتن هر مقدار از مو یا ناخن. اما اگر به صورت غیر عمدی چیزی از مو یا ناخن بیفتد یا اینکه شخص از روی فراموشی یا ندانستن حکم آن این اعمال را مرتکب شود، چیزی بر او لازم نیست. استفاده از عطر بر روی بدن یا لباس. اما اگر چیزی از بو یا اثر عطری که قبل از احرام استفاده کرده باقی مانده باشد، اشکالی ندارد. شکار یا راندن و یا کمک کردن در شکار حیوانات وحشی، قطع کردن درختان حرم یا گیاهان سبز آن. این کار هم برای شخص محرم حرام است و هم برای دیگران. همچنین شخص محرم حق ندارد مال گم شده را در سرزمین حرام بردارد مگر آنکه قصد پیدا کردن صاحب آن را داشته باشد. شخص محرم نباید از خانمی خواستگاری کند و همچنین حق ندارد زنی را به عقد خود یا کس دیگری در بیاورد و در حال احرام حق ندارد همبستری کرده یا آنکه با شهوت با زن خود رابطه برقرار نماید. برای بانوان حرام است که در حالت احرام از دستکش استفاده کرده یا آنکه صورت خود را با نقاب و برقع بپوشانند. اما اگر در حضور مردان نامحرم بودند، می توانند با روسری یا مانند آن صورتشان را بپوشانند. پوشاندن سر با احرام یا هر چیزی که به سر بچسبد. اما استفاده از چتر یا قرار گرفتن در زیر سقف اتومبیل یا گذاشتن بار بر روی سر اشکالی ندارد. اما اگر شخص محرم به علت ندانستن حکم یا از روی فراموشی سرش را بپوشاند، لازم است در صورت فهمیدن یا به یاد آوردن حکم آن را از سرش بردارد و عمل دیگری بر او لازم نیست. پوشیدن پیراهن یا هر لباس دوخته شده ای به طوری که بدن یا قسمتی از آن را بپوشاند، مانند کلاه، شلوار، عمامه و یا موزه یا جوراب، مگر اینکه شخص ازار نیابد و اجباراً شلوار بپوشد یا آنکه دمپایی نداشته باشد و به جای آن موزه یا جوراب بپا کند، که در این صورت اشکالی نخواهد داشت. همچنین برای شخص محرم استفاده از دنپایی، انگشتر، عینک، ساعت، گوشی، کمربند و کیف کمری که در آن مدارک و پولهایش را نگهداری کند اشکالی ندارد. همچنین عوض کردن لباس احرام و شستن آن و شستن سر و بدن جایز است و اگر در این حالت مقداری از موی او بدون قصد بیفتد، چیزی بر او لازم نیست،
همانطور که اگر زخمی بر او وارد شود هیچ اشکالی ندارد. احرام آنگونه که بسیاری از مردم گمان می کنند نماز مخصوصی ندارد، چنانکه بر شخص حاجی و معتمر لازم است بر انجام آنچه خداوند بر او لازم ساخته است، مانند نماز جماعت در وقت آن و اجتناب از انجام گناهان و سخن ناشایست و معاصی به مانند دیگر مسلمانان پایبند باشد. سفر حج ما را با خود به مکه مکرمه میبرد، آنجا که خانه خدا کعبه مشرفه قرار دارد. برای محرم مستحب است که هنگام ورود به مکه مکرمه غسل کند و هنگام ورود به مسجد الحرام با پای راست وارد شده و این دعا را بگوید: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. این دعا برای ورود به همه مساجد مستحب است. سپس شخص محرم برای آغاز طواف به سوی کعبه مشرفه می رود. سنت است که در این طواف شخص محرم لباس خود را به حالت اضطباع درآورد و آن به این صورت است که مرد محرم کتف راست خود را بیرون آورده و وسط ردای خود را زیر بغل راست و دو طرف آن را بر روی کتف چپ خود قرار دهد. سپس به انجام 7 دور طواف می پردازد و برای طواف از حجرالاسود آغاز می کند و اگر توانست به آن برسد در صورت توانایی آن را می بوسد و با ایجاد مزاحمت و هل دادن و یا درگیری لفظی و زد و خورد به دیگران آزار نمی رساند، زیرا این کار از آنجا که باعث آزار مسلمانان می شود اشتباه بزرگی است و در حالت عدم توانایی کافی است از راه دور با دست راست به سوی حجرالاسود اشاره نموده و بگوید الله اکبر. سپس شخص حاجی یا معتمر طواف خود را در حال گفتن ذکر و استغفار و هر دعایی که بخواهد یا قرائت قرآن ادامه می دهد، بدون آنکه صدای خود را با گفتن دعاهای خاص بالا ببرد، چنانکه برخی از مردم به اشتباه انجام می دهند، زیرا با این کار باعث مزاحمت و برهم زدن حواس دیگر طواف کنندگان می شود. هنگامی که به رکن یمانی رسیدی، اگر برایت امکان داشت آن را با دست خود لمس کن، اما از بوسیدن و مسح نمودن آن به گونه‌ای که برخی از مردم انجام می‌دهند و این چنین خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را انجام می‌دهند خودداری نما. اما اگر دست زدن به رکن یمانی برایت امکان پذیر نبود، بدون آنکه به آن اشاره کنی یا تکبیر بگویی طواف خود را ادامه بده. همچنین سنت است که حاجی در هنگام طواف میان رکن یمانی و حجرالاسود این دعا را بگوید: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. این چنین شخص حاجی طواف خود را از حجرالاسود آغاز و با رسیدن دوباره به آن در 7 دور به اتمام میرساند. همچنین در هنگام طواف راه رفتن به صورت رمل در 3 دور اول سنت است و آن راه رفتن سریع با گام‌های کوتاه است. اشتباهاتی از سوی برخی از حجاج و معتمرین در هنگام طواف کعبه رخ می‌دهد، از جمله داخل شدن در حجر اسماعیل که همان نیم دایره کنار کعبه است در هنگام طواف، به این اعتقاد که این طواف صحیح است، در حالی که طواف از داخل حجر آن را باطل می کند، زیرا وی با این کار طوافش را ناقص کرده است و در این حالت او تنها بر دور بخشی از کعبه طواف کرده است.
از دیگر اشتباهات دست کشیدن به دیوارها و پرده کعبه و مقام ابراهیم است که همه این کارها جایز نیست، زیرا این از بدعت‌هایی است که هیچ اساسی در شرع ندارد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن را انجام نداده است. همچنین بلند کردن صدا در هنگام طواف جایز نیست، زیرا این باعث مزاحمت و پرت شدن حواس دیگر مسلمانان می شود. از دیگر اشتباهاتی که در هنگام طواف دیده می شود اختلاط زنان با مردان، مخصوصاً در کنار حجر الاسود و مقام ابراهیم است که باید از این کار دوری کرد. برادر حاجی، اکنون که طواف به پایان رسیده است، کتف راست خود را به مانند قبل از طواف بپوشان. سنت مؤکده است که پس از پایان طواف در صورتی که برایت امکان داشت 2 رکعت نماز در پشت مقام ابراهیم به جای بیاوری و در صورت عدم توانایی 2 رکعت نماز در هر جایی از مسجد الحرام به جای بیاور که در این نماز در رکعت اول پس از سوره فاتحه قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم پس از فاتحه سوره قل هو الله احد خوانده می شود. اما اگر هر سوره دیگری بخوانی هیچ اشکالی ندارد. پس از آن برای 7 دور سعی به سوی صفا می روی. هنگامی که به صفا رسیدی از همان جایی طواف را آغاز کن که خداوند در کتابش آغاز کرده است و بگو إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سپس به بالای صفا رفته و روی به سوی کعبه کرده و در حالی که دستهایت را به دعا بلند کرده ای خداوند را 3 بار حمد و تکبیر گفته و این دعا را گفته و آن را تکرار کن. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. این ذکر را 3 بار تکرار کرده و میان آن هر دعایی که خواستی بخوان و اگر کمتر از آن ذکر و دعا نمودی اشکالی ندارد. و در هنگام طواف دستانش را بلند نمی کند مگر در هنگام دعا و هنگام تکبیر با دستانش اشاره نمی کند، زیرا این از اشتباهات بسیار شایع در میان حجاج و معتمرین است. سپس شخص محرم از صفا پایین آمده و پیاده به سوی مروه حرکت می کند و هر دعایی که توانست برای خود و خانواده‌اش و دیگر مسلمانان می کند. سپس هنگامی که به علامت سبز رسید به سرعت می دود که این سنت برای مردان است نه زنان، تا آنکه به علامت سبز دوم برسد و پس از آن دوباره به حالت عادی راه به راه رفتن خود ادامه می دهد تا آنکه به مروه برسد. برادر و خواهر گرامی، با رسیدن به مروه رو به کعبه کرده و همان اذکار و دعاهایی را که بر روی صفا کرده بودی دوباره تکرار کن و می توانی هر دعای دیگری که خواستی بکنی. سپس از صفا پایین بیا و به راه رفتن ادامه بده و وقتی که به علامت سبز رنگ رسیدی به سرعت شروع به دویدن کن تا آنکه به علامت سبز دوم برسی. سپس به راه رفتن خود ادامه بده تا آنکه دوباره به صفا برسی و همین گونه سعی خود را 7 دور انجام بده که رفتن از صفا تا مروه 1 دور و برگشت از مروه به صفا 1 دور خواهد بود. اگر سعی خود را پیاده شروع کردی و پس از آن احساس خستگی کردی یا دچار مشکلی شدی، اشکالی ندارد که سعی خود را با استفاده از صندلی چرخدار به پایان برسانی. برای بانوانی که عذر شرعی دارند جایز است که سعی را انجام دهند، اما طواف برای آنان جایز نیست، زیرا محل انجام سعی جزئی از مسجد الحرام نیست. از جمله اشتباهاتی که در سعی رخ می‌دهد دویدن زنان میان 2 علامت سبز است.
در حالی که دویدن میان علامت‌های سبز مخصوص مردان است. پس از پایان سعی، شخص محرم اگر حج تمتع می کند موی سرش را کوتاه می کند و لازم است همه قسمت‌های سر به طور مساوی کوتاه شود. بانوان نیز موی سر خود را به اندازه یک بند انگشت کوتاه می کنند. بدین ترتیب شخص محرم عمره خود را به پایان رسانده است و همه چیزهایی که با احرام کردن بر او حرام شده دوباره بر وی حلال می گردد. برای حاجی و معتمر شایسته است که بسیار در وقت آن لبیک بگوید. وقت آن در عمره از زمانی است که شخص احرام می کند تا وقتی که طواف را آغاز می کند و در حج زمان آن از وقت احرام است تا وقتی که شخص جمره عقبه را پرتاب کند. بگویید لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. روز 8 ذوالحجه روز ترویه. در این روز همه حجاج با هر روشی که حج کرده باشند، چه تمتع، چه قران و چه مفرد، با اقتدا به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حالت احرام به سوی صحرای منی حرکت می کنند. سنت است که حجاج قبل از زوال خورشید یعنی قبل از ظهر به سوی منی حرکت کنند و نمازهای ظهر، عصر، مغرب، عشا و صبح را در آنجا می‌خوانند، به صورتی که نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت به جای آورده ولی میان نمازها جمع نمی‌بندند و در این مورد تفاوتی میان اهل مکه و دیگران وجود ندارد. سنت این است که شخص حاجی شب را در منی بماند تا اینکه پس از خواندن نماز صبح روز 9 ذوالحجه به انتظار طلوع خورشید بنشیند. سپس با طلوع خورشید با آرامش و در حال لبیک و تکبیر به سوی عرفات حرکت می کند. روز 9 ذوالحجه روز عرفه. همه حجاج در این روز مشهود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن را به عنوان بهترین روزها ستوده است، به سوی صحرای عرفات سرازیر می شوند. مسلمانان در این روز بزرگ از طلوع خورشید تا غروب آن در عرفات باقی می مانند. سنت است که در صورت توانایی حجاج به منطقه نمره بیایند و در صورت عدم توانایی مطمئن باشند که در داخل حدود عرفه قرار دارند. در این منطقه علامت‌ها و تابلوهای راهنمای فراوانی وجود دارد که این منطقه را مشخص می‌کند. تمام مناطق عرفه محلی است که برای توقف در روز عرفه مناسب است. سعی کن در این روز خود را به گفتن لبیک و ذکر مشغول کرده و تا میتوانی بسیار استغفار و تکبیر و لا اله الا الله بگو و خاشعانه به سوی خداوند روی آور و در دعا برای خود و خانواده و فرزندان و همه برادران و خواهران مسلمانت بکوش. پس از فرارسیدن وقت نماز ظهر، خطیب در میان مردم خطبه‌ای شامل وعظ، راهنمایی و یادآوری ایراد کرده و سپس با حجاج نماز ظهر و عصر را همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده است به صورت 2 رکعتی جمع می‌بندند و قبل و بعد از آن 2 نماز هیچ نماز دیگری نمی‌خوانند. در این روز بزرگ از افتادن در اشتباهاتی که باعث از بین رفتن اجر و ثوابت می شود اجتناب بورز. از جمله این اشتباهات که برخی از حجاج مرتکب می شوند به این ترتیب است: وارد شدن در خارج از حدود صحرای عرفه و باقی ماندن در آنجا تا غروب خورشید، سپس رفتن به مزدلفه، راه رفتن به سوی عرفه پیش از غروب آفتاب که این کار جایز نیست، زیرا مخالف کاری است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادند. برخی از مردم برای بالا رفتن به کوه عرفه و رسیدن به قله و دست کشیدن به آن و نماز خواندن در آن همدیگر را هل داده و در تنگنا قرار می‌دهند. این از بدعت‌هایی است که هیچ اصل و اساسی در شریعت ندارد و علاوه بر آن این کار دارای خطراتی برای سلامتی حجاج است.
رو کردن به کوه عرفات در دعا که سنت در این کار رو کردن به قبله است. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هنگام غروب خورشید روز 9 ذوالحجه قافله حاجیان به سوی مشعرالحرام مزدلفه به راه می‌افتند تا در آنجا نماز مغرب و عشا را در لحظه رسیدن به صورت جمع و قصر با یک اذان و 2 اقامه به جای آورند و شب را در آنجا در حال لبیک و تکبیر و ذکر به سر برند و او را برای بزرگی و احسانش که آنان را برای مشاهده وقفه عرفات توفیق داده شکر گویند. با رسیدن حجاج به مزدلفه برخی از حجاج در اشتباهاتی واقع می شوند که لازم است نسبت به آنان آگاه باشیم، از جمله مشغول شدن آنان به جمع کردن سنگریزه پیش از خواندن نماز مغرب و عشا به صورت قصر و جمع، زیرا نماز مهمتر و مقدمتر بر این کار است. اعتقاد آنان بر اینکه سنگریزه های جمره باید از مزدلفه جمع آوری شود که این اشتباهی است که نباید در آن افتاد. سنت همان گونه که ذکر کردیم این گونه است که حجاج این شب را در مزدلفه به سر رسانند تا آنکه نماز صبح را در آنجا به جای آورند و برای زنان و بیماران و ضعیفان رخصت داده شده که آخر شب به سوی منی بروند. هنگامی که حاجی نماز صبح را می‌خواند برای او مستحب است که در کنار مشعرالحرام که کوهی است در مزدلفه یا در هر جای دیگری از مزدلفه بایستد و روی به سوی قبله کرده و تا می‌تواند به ذکر خداوند و تکبیر و دعا بپردازد. سپس به جمع کردن سنگریزه برای رمی جمر بپردازد. 7 دانه سنگریزه کمی بزرگتر از دانه نخود برای رمی جمره عقبه بزرگ و بقیه سنگریزه ها را از منی جمع می کند و سپس راه خود را پیش از طلوع خورشید لبیک گویان و خاشعانه در حالی که بسیار ذکر خداوند را می گوید به سوی منی ادامه می دهد. هنگامی که شخص حاجی به منی رسید به سوی جمره عقبه بزرگ که نزدیکتر به مکه است می رود و هنگامی که به جمره عقبه رسید گفتن لبیک را پایان داده و سپس جمره عقبه را با 7 سنگریزه پی در پی زده و با هر بار انداختن سنگریزه ها تکبیر یعنی الله اکبر می گوید. بعد از آن در صورتی که برای او قربانی لازم باشد آن را انجام می دهد و خود از آن خورده و فقرا را از آن بهره‌مند می سازد. سپس سر خود را تیغ زده یا کوتاه می کند. البته تیغ زدن سر بهتر است. بانوان نیز موی خود را به اندازه 1 بند انگشت کوتاه می کنند. ترتیبی که ذکر کردیم بهتر است، اما اگر اعمال روز 9 را به ترتیب دیگری انجام دهد اشکالی ندارد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. مسلمانان در همه مشرق و مغرب جهان و حاجیان در صحرای منی با شادی و بشارت برای نعمتهای خداوند و با ذبح قربانیهای خود به قصد نزدیکی به خداوند به استقبال روز عید مبارک قربان می روند. در هنگام رمی جمرات اشتباهاتی از سوی برخی از حجاج دیده می شود که در اینجا برخی از این اشتباهات را ذکر می کنیم. برخی از مردم اعتقاد دارند که آنان دارند به سوی شیطان سنگریزه پرتاب می کنند و برای همین با حالت خشم و به همراه فحش و ناسزا علیه این شیطان سنگ پرتاب می کنند، در حالی که رمی جمرات تنها برای یاد خداوند مشروع گردانده شده است. پرتاب جمرات با سنگهای بزرگ یا با کفش و چوب که این نوعی غلو و زیاده روی در دین است و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی نموده است. هل دادن و ایجاد ازدحام در هنگام رمی جمرات اشتباهی بسیار بزرگ است. شایسته است که شخص حاجی با برادرانش نرم خو بوده و دقت کند سنگریزه را در داخل حوض بیندازد، چه این سنگریزه به ستون اصابت بکند یا نه. پرت کردن یک جای همه سنگریزه ها که در این حالت برای او تنها یک سنگریزه به حساب خواهد آمد، زیرا که شرعاً باید هر سنگریزه را به صورت جدا پرتاب کرد و هنگام هر پرتاب تکبیر گفت. اگر حاجی جمره عقبه را انجام داد و سرش را تراشید یا کوتاه کرد، تحلل اول او کامل شده است و در این هنگام میتواند لباس خود را بپوشد و همه ممنوعات احرام به جز همبستری برای وی حلال خواهد شد. پس از آن شخص حاجی به مکه می رود تا طواف افاضه را انجام دهد و این طواف رکنی از ارکان حج است که حج بدون آن کامل نمی شود. پس از این طواف در صورتی که به روش تمتع حج می کند یا در صورتی که مفرد یا قارن است و در هنگام طواف قدوم سعی را انجام نداده است، سعی را انجام می دهد. البته این را باید دانست که شخص می تواند طواف افاضه را به روزهای پس از منی موکول کرده و پس از انجام همه جمرات به مکه بیاید. پس از آنکه حاجی طواف افاضه را انجام داد، همه ممنوعات احرام حتی همبستری برای وی مباح خواهد شد. سپس به قصد ماندن در شب روزهای تشریق، یعنی شبهای 11, 12 و 13 ذوالحجه به منی می رود، یا اگر قصد تعجیل دارد شبهای 11 و 12 ذوالحجه در منی باقی می ماند. بر اساس این سخن خداوند متعال که می فرماید واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. برای شخص حاجی لازم است رمی جمرات سگانه را در روزهایی که در منی هست انجام دهد و در هنگام هر پرتاب تکبیر گوید. سنت است که شخص پس از پرتاب جمره صغرا و وسطی رو به قبله بایستد و دستهای خود را به دعا بلند کرده و هر دعایی که خواست بکند. اما در کنار جمره نخست که همان جمره عقبه است نمی ایستد و دعا نمی کند. برای کسی که می خواهد در 2 روز تعجل کند، واجب است که رمی جمرات سگانه را در روز 12 انجام دهد، سپس قبل از غروب خورشید از منی خارج شود. اما اگر پیش از غروب آن از منی خارج نشد، برای او لازم است که شب 13 را در منی باقی بماند، البته در صورتی که خود را برای تعجل آماده نکرده باشد که در این صورت می رود و لازم نیست شب را در منی باقی بماند.
سفر حج بار دیگر ما را با خود به مکه مکرمه برای طواف بر دور خانه خدا میبرد و پس از آنکه جمع حاجیان مناسک خود را با ارکان و واجباتش به انجام رساندند، این سفر به پایان خود نزدیک می شود. لازم است برای اجرای امر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طواف وداع آخرین ملاقات ما با خانه خدا باشد، آنجا که می‌فرماید هیچ کدام از شما به راه نیفتد مگر آنکه آخرین دیدارش با خانه کعبه باشد. طواف وداع آخرین واجبات حج است که باید شخص حاجی آن را مستقیما پیش از سفر خود به انجام برساند و تنها بانوانی که عذر شرعی دارند از این طواف معذور هستند. مدینه نبوی و آداب زیارت مسجد النبی. به سوی مدینه نبوی، هجرتگاه و شهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بار سفر می‌بندیم. اشهد ان لا اله الا الله. چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید بار سفر بسته نمی شود جز به 3 مسجد: مسجد الحرام و این مسجد من و مسجد الاقصی. با اینکه زیارت مسجد النبی جزو شروط و واجبات حج نیست و حتی میان آن و حج هیچ ارتباطی نیست و نیازی به احرام ندارد، اما در تمام سال مشروع و مستحب است و هنگامی که خداوند به بنده توفیق رسیدن به حرمین شریفین را داده است، سنت است که برای خواندن نماز در مسجد نبوی شریف و سلام فرستادن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه نبوی برود، مسجدی که نماز در آن به اندازه 1000 نماز در دیگر مساجد ارزش دارد، جز مسجد الحرام که نماز در آن به اندازه 100,000 نماز است. هنگامی که به مسجد النبی رسیدی، با پای راست داخل شو، نام خداوند را ببر و بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درود فرست و از خداوند باز شدن درهای رحمتش را بخواه و بگو أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. که این در هنگام ورود به دیگر مساجد نیز سنت است. پس از وارد شدن به مسجد 2 رکعت نماز تحیه مسجد را به جای بیاور که بهتر است در روضه باشد، اما اگر نشد در هر جایی از مسجد که توانستی نماز تحیه مسجد را به جا بیاور. سپس به سوی قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفته و رو به سوی آن بایست و با ادب و با صدای پایین به او سلام کن و بگو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم جزه عن أمته أفضل الجزاء. پس از آن کمی به سمت راست بیا تا در برابر قبر ابوبکر صدیق رضی الله عنه بایستی و بر او سلام فرستاده و برای او از خداوند رحمت، مغفرت و رضوان مسئلت کن. سپس دوباره کمی به سمت راست بیا تا در برابر قبر عمر فاروق رضی الله عنه قرار بگیری و بر او سلام کن و برای وی از خداوند مغفرت، رحمت و رضوان بخواه. دیده شده است که برخی از زائران مسجد النبی مرتکب بدعت‌هایی می‌شوند که اساسی در دین ندارد و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه وارد نشده است. از جمله این بدعت‌ها دست کشیدن و تبرک جستن از پنجره‌های حجره نبوی و در و دیوارها و قرار گرفتن در برابر قبر در هنگام دعا برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یارش. درست این است که در حال سلام در برابر قبر ایستاده و در هنگام دعا رو به سوی قبله باشید.
پس از این سنت است که به زیارت قبور اهل بقیع بروی که در این قبرستان بسیاری از صحابه از جمله خلیفه سوم عثمان ابن عفان رضی الله عنه دفن شدند. همچنین زیارت قبور شهدای احد از جمله سید الشهدا حمزه بن عبدالمطلب نیز سنت است. بر آنها سلام کرده و برایشان چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اصحابش آموزش داد دعا کرده و میگویی: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. چنان که تا وقتی در مدینه هستی سنت است با وضو به زیارت مسجد قبا بروی که این مسجد نخستین مسجدی است که در اسلام بنا شده است. این مسجد را زیارت کرده و در آن نماز بخوان چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادند و به آن تشویق نمودند. به جز اینها در مدینه مساجد یا اماکنی وجود ندارد که زیارت آن سنت باشد. برای این شایسته نیست انسان خود را خسته کرده و برای کاری که اجری ندارد به این سو و آن سو برود. شایسته است که حاجی و معتمر هنگام برگشتن به سرزمین خود شعائری را که انجام داده به یاد بیاورد. هرگاه که خواست گناهی مرتکب شود به یاد ایستادنش در صحرای عرفه و طواف خانه کعبه و ذکر خداوند در اماکن مقدس بیفتد، زیرا این باعث حفظ وی از گناهان می شود. و در پایان از طرف تمامی دستاندرکاران شبکه جهانی نور از خداوند متعال برای همگان حجی مبرور و تلاشی مشکور را مسئلت دارم. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج